خبرهایی دوباره تو راهه که قرار ایران رو سرفصل خبرها بکنه. به نظرتون این خبر چی میتونه باشه؟ هر چی که هست مطمئنم هممون رو شوکه میکنه. موشکی قراره تو این اتصال کایران با مارس برامون باز بشه. کجای زندگیمون نیاز به تغییر و جراحی داره؟ اگر دوست داری به جواب همه این سوالها برسی با من همراه باش. سلام و یه دنیا مهر، ارینا هستم از کانال ستاره شناسی آژناسترولوژی، آسترولوژی ودیک و تروپیکال کار میکنم و خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما دوستان خوبم هستم. روز 9 خرداد نیمه شب ساعت 23:30 اتصال کایران با مارسی در 22 درجه نشان آیریس رخ میده که هنوز زخم قبلی مارسش رو تن کشورمون التیام پیدا نکرده. اینجا همنشینی این مارس زخمی با کایرن که الهه زخم هست میتونه فوران خشم یا سرباز کردن زخم‌های کهنه رو برای هممون برمقام بیاره. دقیقاً 2 روز بعد اتصال اورانوس و عطارد رو در نشان تاروس در 24 درجه نشان تاروس در ساعت 10:10 صبح به وقت تهران تجربه می‌کنیم. قبل از اینکه بخوام در مورد انرژی این دو کانجاکت حرف بزنم بهتر از شرایط و تعاملاتی که این چند روز انرژیش حاکم بوده حرف بزنم. این چند روز پلوتو در سکستایل با نپتون و نپتون در تثلیث با ژوپیتر و ونوس و خورشید تولد یک منجی رجعت کننده رو میده، کسی که از عالم مردگان برمیگرده، فردی که ظاهرا مذهبی هست ولی درونی شیطانی و دجالگونه داره. همزمان ونوس هم داره با خورشید در نشان دوقلو کظمی میشه و حداقل تا 2 ماه دیگه در همین وضعیت باقی میمونه. ونوسی که الهه زنانگی، زیبایی، هنر و ارزش هاست. فشار بیشتر روی زنان، خشم زنان و هنرمندان، خبر فوت و بیماری هنرمندان، اسارت هنرمندان از اثرات این کظمی شدن میتونه باشه. نکته مهم و جذاب کانجاکت مارس و کایرن نزدیک بودن این کانجاکت به کانجاکت اورانوس و عطارد هستش. کانجاکت اورانوس و عطارد یه تثلیث خیلی خوشگل با لیلیوت و پلوتو داره و خبر از مرگ و حادثه کشنده میده. در این اتفاق تقابل نپتون با لیلیت رو هم داریم که نشون میده ایستادن کهنگی در درجه 29 نشان 2 ماهی خبر از تکمیل چرخه نپتون میده، یعنی ایستادگی در مقابل زنانگی الهی. هم لیلیت و هم نپتون الهه عشق هستن. این تقابل عشق الهی و زمینی هستش. با این کانجاکت ممکنه کینه‌های قدیمی سرباز کنن و زخم‌های قدیمی که همراه با کینه و خشم هستن رو بشن. ممکنه مسئله از زخمی که قبلا خوردیم رو بشه، یعنی یه مسئله مخفی بوده و اینجا ما از زوایای جدید متوجهش بشیم و بفهمیم چه کسی و چطوری به ما ضربه زده و دقیقاً همون کسی هم که انتظارش رو نداشتیم ضربه واقعی رو به ما وارد کرده. به شدت نیروی خشم ما با این برخورد کایران و مارس فعال میشه. از اونجایی که بهترین درمان و رمدی برای مارس زخم خورده فرو نشاندن خشم هست، بهترین توصیه‌ای که میتونم بکنم که تو این بازه زمانی حداقل تا 1 هفته 2 هفته آینده از خشمگین شدن‌های یکهویی دست برداریم و خشممون رو کنترل کنیم. کار دیگه هم که میتونیم بکنیم تهیه غذاهای سرخ کردنی این چند روز و تهیه عدس پلو و عدسی میتونه بهترین رمدی برای درمان انرژی‌های منفی مارس زخم خورده باشه. به هر حال هر چیزی که باشه الان اتفاق میفته و چند روز بعد خبرهای پشت پرده‌اش در فضای مجازی پخش میشه. چون اتصال عطارد و اورانوس در نشان لئو داره اتفاق میفته، این اتفاق مربوط به حکومت فعلی کشورمون ایران هست و در کل دنیا دیده میشه، مثل همون اتفاق و سانحه پرواز ریاست جمهوری که به اصطلاح وایرال شد و بین المللی شد و به شدت رسانه‌ای میشه. بهترین توصیه‌ای که میتونم داشته باشم اینه که رفتار نسنجیده‌ای از روی هیجانات و خشم تو این چند وقت نداشته باشیم. هممون دقیقاً از 8 خرداد این انرژی مهم رو به شدت لمس میکنیم. اتفاق هر چی که هست خبر عجیبی رو به همراهش داره.
این اتفاق و متعاقبش این خبر مربوط به حکومت فعلی کشور ماست. باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم. مارس زخمی این بار اخباری رو برای ما فراگیر میکنه و شرایط رو به نحوی پیش میبره که امکان جدال‌های جمعی، بحث‌های شدید در سوشیال مدیاها و مطرح شدن موضوع مهمی برای ایران در سرفصل خبرها در تمام سیستم‌های خبری باشه. به شدت تاکید میکنم در این زمان جر و بحث ممکن حتی با جراحت و زخم و ضربه و زرد و خورد همراه باشه. ما هم همزمان در آکواریوس و همه حقایق رو برای مردم فاش میکنه. انرژی دزدی، درویی، دروغگویی و آدمربایی در این بازه زمانی به شدت بالاست. اینجا عطارد به همراه اورانوس در بعد فردی کمک میکنه خبرهایی از خوردن حقمون، مال یا میراثمون توسط کسی که به همون خیلی نزدیکه به همون برسه. جالب اینجا خبر از دست دادن یا دزدیده شدن چیزی توسط شخصی مطمئن به گوشمون میرسه که حتی به ذهنمون هم خطور نمیکرده، چون اون فرد کاملا آدم مطمئنی برای ما بوده و ما بهش اطمینان کامل داشتیم. البته اون چیز مطمئن میتونه فرد هم نباشه، میتونه یه سیستم مطمئن مثل سیستم بانکداری، مثل صندوق‌های سرمایه گذاری، مثل کلیدورهای خودروسازی باشن. خلاصه که این اتفاق هر چیزی که باشه و هر جای زمین اتفاق افتاده باشه در تاریخ بشریت ثبت میشه. در بعد شخصی ممکنه اتفاقاتی در گذشته زندگیمون اتفاق افتاده باشه که الان با انرژی ماه در آکواریوس و نور خورشید اینجا برامون رو بشه. جواب چکاپ پزشکی، نتیجه کار قانونی و خیلی چیزای دیگه اینجا نتیجهش برامون میاد و نتیجهش هر چیزی هم که باشه به شدت شوکمون میکنه و برامون حیرت آور خواهد بود. از تجمیع انرژی این دو کانجاک به اضافه حضور ژوپیتر در نشان دوقلو، میل به تحقیق و تفحص و کنکاش در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی در بین افراد زیاد میشه. تمایل به مهاجرت کردن، شرکت در دوره‌های آموزش زبان خارجی یا یادگیری علوم روحانی و متافیزیکی خیلی مورد اقبال عمومی واقع میشه. خب اگه تا اینجای ویدیو از پیشبینی هایی که کردم خوشتون اومده، میتونید لطف کنید و دست مبارکتون رو به سمت دکمه لایک و سابسکرایب ببرید و کانال ما رو با لایک و سابسکرایباتون حمایت و پشتیبانی بکنید تا من هم انرژی بگیرم و بتونم پیشبینی های بهتری رو در اختیارتون قرار بدم. خب بریم ادامه بررسی تعاملات. خب اگر شما کسی هستید که کارتون تو فضای مجازی هست، مثل یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام یا هر سوشیال مدیای دیگه‌ای، یه سال آینده فرصت مغتنمی است که بیشتر دیده بشید، بیشتر وایرال بشید و یا حتی معروف بشید. انرژی ژوپیتر تو یه سال آینده ایجاد سوشیال مدیاهای جدید رو برای ما فراهم میکنه. خب حالا که یه سری زدیم به انرژی های ژوپیتر در نشان دوقلو، صحبتی از رهایش ونوس هم بکنیم. بالاخره ونوس بعد از 6 تیر ماه از چنگال، یه جورایی باید بگم از چنگال خورشید رها میشه. حالا که همه اینها رو گفتم، بذارید یه نکته مهمی هم که همین الان یادم اومد براتون بگم. ببینید تحت انرژی کانجاکت مارس و کایرن، خود مارس حاکم بر جراحی ها هستش و کایران هم الهه زخم. از طرفی ونوس هم در حال کظمی شدن هست. من به شدت توصیه میکنم تو این بازه زمانی، علل خصوص تا 10 تیر ماه، از انجام هر نوع جراحی، علل خصوص جراحی های زیبایی، اجتناب کنید، سراغش نرید. چون تا 2 ماه آینده انرژی تقسیم کننده خیلی خیلی بالای، انرژی خشمگین، انرژی منفی حاکم هستش که باعث میشه عضوی که تحت جراحی بگیره اگر 2 قسمتی باشه نمیشه از دست بره. این رو دیگه دارم واضح بهتون توصیه میکنم. در آخر هم یه خبر خوب بهتون بدم. دقیقا بعد همین زمان، یعنی دقیقا بعد 10 تیر ماه، احتمال رشد و وایرال شدن بازارهای ارزهای دیجیتال، افزایش قیمت طلای جهانی رو هم به احتمال زیاد تجربه میکنیم. به خاطر اینکه دیگه اینجا طلا یا ونوس مانعی نداره که ارزش ها و دارایی های ما رو بالا ببره و ژوپیتر داره آزادانه در نشان ارز دیجیتال رقص کنان
میره جلو و انرژی خودش رو ساطع میکنه و احتمال خیلی زیاد رشد بازارهای ارز دیجیتال رو تجربه بکنیم. امیدوارم که همه ما از این انرژی مالی خوب استفاده بهینه داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌های درست بکنیم. در آخر هم از این که به ما گوش دادید از شما سپاسگزارم و اگر از پیشبینی‌ها خوشتون اومده کانال رو با لایک و سابسکرایب کردن حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.